احتمالاً اینو تجربه کردی که تو جمعی حضور داشتی و حس کردی که نامرئی بودی. حرف میزدی اما شنیده نمیشدی، یا شاید تو گروه‌های دوستی پیامات بی پاسخ مونده. اگه این حسا برات آشناست، بدون که تنها نیستی. امروز میخوام درباره 5 تا عادتی صحبت کنم که ممکنه باعث بشه دیگران ناخودآگاه تو رو نادیده بگیرن. عادت اول، زیاد حرف زدن و کمتر گوش دادنه. وقتی توی جمع دوستانه یک نفر مدام درباره خودش صحبت بکنه، مثلا موفقیتاش، مشکلاتش یا خاطراتش، بعد یه مدت بقیه افراد شروع میکنن به نگاه کردن به ساعت یا چک کردن گوشیاشون و با این رفتار نشون میدن که حوصله‌شون سر رفته. افرادی که زیاد حرف میزنن ممکنه به دنبال تایید یا توجه باشن، اما این رفتار میتونه دقیقاً نتیجه معکوس بده. وقتی یه نفر فقط درباره خودش صحبت میکنه، دیگران این حس بهشون دست میده که نظرات و احساساتشون نادیده گرفته شده و این میتونه باعث بشه که از اون فرد فاصله بگیرن. اگه تو هم یه همچین عادتی داری، لطفاً سعی کن تعادل رو برقرار کنی. به دیگران فرصت بده تا صحبت کنن و با دقت به حرفاشون گوش بده. همین رفتار ساده بهشون نشون میده که به اونا اهمیت میدی و باعث میشه ارتباطاتت قوی تر بشه. عادت دوم، انتقاد کردن بیش از حده. اگه از اون دسته آدمایی هستی که هر بار باهات صحبت میکنن به جای حمایت فقط اشتباهات دیگران رو بهشون گوشزد میکنی، مثلا میگی چرا این کارو کردی، معلومه که نتیجه نمیگیره، بعد یه مدت ممکنه دیگران نخوان باهات درد و دل کنن. در کل آدمایی که زیاد انتقاد میکنن، حتی با نیت خوب، ممکنه باعث بشن دیگران احساس کنن که همیشه زیر ذره بینن. این مسئله میتونه اعتماد به نفس اونها رو کاهش بده و باعث بشه که از کسی که خیلی انتقاد میکنه فاصله بگیرن. اگه تو هم یه همچین عادتی داری، لطفاً سعی کن نکات مثبت دیگران رو هم ببینی. قبل از نقد کردن حتما جنبه‌های مثبت کار دیگران رو هم در نظر بگیر. این نوع بازخورد سازنده تره. بنابراین دیگران احساس حمایت میکنن و بیشتر رو حساب باز میکنن. عادت سوم، منفی نگری مداومه. خیلی‌ها هستن که همیشه نیمه خالی لیوانو میبینن. مثلا وقتی خبر خوبی میشنون، سریعا به مشکلات احتمالی اشاره میکنن. این نوع نگرش میتونه انرژی منفی به اطرافیان منتقل کنه. در واقع منفی نگری میتونه روی روحیه و سلامت روان دیگران تاثیر منفی بذاره. آدما معمولا از کسایی که دائما نگرش منفی دارن فاصله میگیرن تا از این انرژی منفی دور بمونن. پس لطفاً به جای تمرکز رو جنبه‌های منفی یه قضیه، به راه حل فکر کن. نکات مثبت هم در نظر بگیر. اینجوری حتما ارتباطاتت سازنده تر خواهد بود. عادت بعدی که لزوماً هم چیز بدی نیست، عدم جلب توجه در جمع. بعضی آدما به طور طبیعی ساکت‌تر از بقیه هستن و تو جمع کمتر صحبت میکنن. اما این سکوت ممکنه باعث بشه که دیگران تصور کنن شخصی که خیلی تو مکالمه ها شرکت نمیکنه، علاقه‌ای به مشارکت نداره یا حتی مغروره. در واقع معمولاً افراد ساکت ممکنه به اشتباه به عنوان فرد بی‌علاقه یا دور از دسترس یا مغرور شناخته بشن. این برداشت میتونه باعث بشه که دیگران کمتر با اونا ارتباط بگیرن. بنابراین اگه آدم درونگرایی هستی یا معمولاً اون آدم کم حرف توی جمع تویی، حداقل سعی کن با زبان بدن مثبت، لبخند و تماس چشمی علاقت رو نشون بدی. مشارکت‌های خیلی کوتاه تو مکالمات هم میتونن تأثیرات زیادی داشته باشن. عادت پنجم، بیش از حد فکر کردن قبل از صحبت کردنه. بعضیا توی بحث کردن بسیار محافظه‌کارن و قبل از بیان نظرشون همش به این فکر میکنن که آیا حرفشون مناسبه یا نه. این وسط بالاخره یه جایی موضوع عوض میشه و فرصت مکالمه از دست میره و از اونجایی که دیگران توانایی خوندن ذهن رو ندارن، ممکنه تصور کنن که اون شخص نسبت به مکالمه بی‌علاقه و بی‌تفاوته. در نتیجه بهش کمتر توجه کنن. اگه خیلی محافظه‌کاری، لطفاً به نظرات خودت اعتماد کن. بدون ترس نظرتو بیان کن، حتی اگه کامل نباشه، چون مشارکت توی مکالمه نشون میده که علاقه‌مندی و حاضری که تو بحث شرکت کنی. در کل نادیده گرفته شدن میتونه تجربه دردناکی باشه، اما با آگاهی از عادت‌هایی که ممکنه باعث این وضعیت بشه، میتونیم تغییراتی ایجاد کنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی و برات مفید بود، خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از خیزان حمایت کنی. متشکرم.